یه نکته ای رو در رابطه با بحث اقتصادیش بخوام خدمتتون عرض کنم اینه که این حلزون ما با اولین تخم ریزی که داره، توجه داشته باشید در سال 4 دفعه حداقل تخم ریزی داره، اما با اولین دفعه تخم ریزیش در هزینه خریدش رو داره برمیگردونه. یعنی تقریبا بین 200 تا 300 تا عدد تخم داره و که اگر تبدیل شه به بچه حلزون و جوجه و پرورش خیلی ساده با مواد غذایی که گفته شد، تو طول 1 ماه الی 2 ماه تقریبا 2 برابر از هزینه‌ای که صرف شده برای خرید این داره برمیگرده. تخم حلزون اگر تبدیل شه به خاویار یا همون جوجه حلزونی زیر 1 سانت اگر فروش